دوستان عزیزم سلام. به رادیو راه شب خوش اومدید. رادیو راه شب راوی داستان‌ها و خاطرات شما عزیزان هست. صحت داستان‌های روایت شده توسط رادیو راه شب تایید یا رد نخواهد شد. 18 سالم بود که با پیمان سر سفره عقد نشستم. پیمان که کارمند قراردادی یکی از اداره ها بود، خیلی زود توی دل اعضای خانوادم جاشو پیدا کرد. گرچه همسرم هفته‌ای 2 روز به منزل ما می اومد، ولی ارتباط خوبی با پدر و مادر و خواهر کوچیکترم داشت. پیمان هر بار که یه هدیه برای من می خرید، یه کادویی هم برای خواهرم می خرید. پدرم که کارگر ساختمونی بود و درآمد چندانی نداشت، از این رفتارهای دامادش خیلی خوشش می اومد. منم از پیمان به خاطر همه محبتش به خواهرم قدردانی می کردم. ولی مدتی که به رفتارش دقت کردم، متوجه شدم که توجهش به خواهرم همیرا بیشتر از حد نرمال و معموله. جوری که یه نیمه شب وقتی به طور اتفاقی از خواب بیدار شدم، پیمان رو روبروی در اتاق خواهرم دیدم. پیمان وقتی فهمید من بیدارم و دارم نگاش میکنم، دست و پاشو گم کرده بود و در برابر نگاه‌های متعجب من بهم گفت که صداهایی از اتاق خواهرت شنیدم. فکر کردم که دزد خونه اومده. اما با همه ناباور بودن حرفش من باورش کردم. اما خیانت پیمان به جایی رسید که یه روز تصاویر زننده‌ای رو از خواهرم توی گوشی پیمان پیدا کردم. و اونجا فهمیدم که باید از ارتباط بیشتر پیمان با همیرا جلوگیری کنم. انگار شوهرم علاقه‌مند شده بود به خواهرم. بعد از چند وقت زندگی مشترک من و پیمان در حالی شروع شد که دیگه با همسری خشمگین و عصبی روبرو بودم. دیگه از اون پیمان خوش اخلاق و صبور خبری نبود. پیمان هیچ توجهی به من نداشت و مخفیانه با خواهرم در ارتباط بود. وقتی پیامکایی رو که با خواهرم رد و بدل کرده بود توی گوشیش دیدم، دنیا روی سرم خراب شد و فهمیدم که خیانتشون همچنان ادامه داره. پیمان با بیشرمی ادعا می‌کرد که از مدت‌ها قبل عاشق خواهرم بوده و هیچ علاقه‌ای به من نداشته. وقتی ماجرا رو با گریه برای خانواده‌ام تعریف کردم، اونا خواهرم رو سرزنش کردند. ولی اونجا ناباورانه فهمیدم که خواهر منم خودش رو شدیداً دلباخته پیمان میدونه. خواهرم تهدید به خودکشی کرد و من که دیگه امیدی به اون زندگی مشترک نداشتم، با قلبی شکسته و توی 20 سالگی از همسر 29 سالم طلاق گرفتم. و مدتی بعدم همیرا با بی‌حیایی و آبروریزی با پیمان ازدواج کرد و برای زندگی مشترکشون به یه شهر دیگه‌ای رفتند. منم با غروری لگدمال شده وارد دانشگاه شدم تا حداقل درسمو ادامه بدم. هنوز 2 سالی از شروع زندگی مشترک همیرا و پیمان نگذشته بود که رابطه‌شون به هم خورد و در نهایت از هم جدا شدند. چون خواهرم خیانت پیمان رو با چشمای خودش دیده بود و الان معنی خیانت رو خوب میفهمید. من مدتی بود که توی محیط دانشگاه با پسری به اسم عیسی آشنا شدم. عیسی پسر باهوشی به نظر می رسید. بعد از مدتی دوستی بدجوری دلباختش شده بودم. جوری که لبخند و خنده های نابجاشو ناشی از خوش اخلاقیش می دونستم و اغراقای زیادش درباره درآمدهای میلیونی و قراردادهای میلیاردی با شرکت‌های معتبر رو به تیزهوشیش ارتباط می دادم. عیسی با اینکه در جریان ازدواج ناموفق من قرار داشت، ولی بازم پیشنهاد ازدواج به من داد. انقدر با لبخند و خنده های بلند منو تحت تاثیر قرار میداد که حس می‌کردم با خوش اخلاق ترین آدم زمین روبرو شدم. من جذب خوش اخلاقی عیسی شده بودم چون توی زندگی قبلی بی نهایت از بد اخلاقی پیمان رنج برده بودم. عیسی معتقد بود که توی تجارت تبحر خاصی داره و از شرکت‌های بزرگ و معتبر براش دعوت به همکاری میاد. ولی من تصمیم گرفتم این بار قبل از ازدواج از مشاوره زبده راهنمایی بگیرم. چند روز بعد عیسی هم برای مشاوره به دایره مددکاری کلانتری اومد.
اما لباساش نامرتب و موهاش ژولیده بود. در حالی که به صورت غیر ارادی دستشو تکون میداد و لبخندای عجیبی داشت، به کارشناس اجتماعی گفت که 6 سالم بود که پدر و مادرم از هم جدا شدن و شدم بچه طلاق. خونه مادر بزرگم بزرگ شدم، ولی هیچ وقت با کسی معاشرت نداشتم. با افراد خیلی کمی رفت و آمد می کردم. در عوض خیلی پول دارم. شرکت‌های بزرگ به قراردادهای میلیاردی که با من دارن افتخار می کنن. عیسی جوری حرفای اغراق‌آمیزی درباره تجارت داشت که باورناپذیر بود. وقتی عیسی 27 ساله مورد کنکاشای روانشناختی قرار گرفت، مشخص شد که احتمالاً از بیماری روانپریشی رنج میبره و باید مورد بررسی روانپزشکی قرار بگیره. طی تحقیقاتی هم که انجام داده بودم مشخص شد که هیچ شرکتی با مشخصاتی که اون ارائه داده بود وجود خارجی نداشت. خدا رو شکر میکردم که قبل از اینکه همه چیز دیر بشه عیسی رو شناخته بودم. برای ازدواج عجله‌ای ندارم. فعلا از ازدواج فراریم. دلم میخواد روی شخصیتم و روی زندگی شخصیم کار کنم. میخوام مستقل بشم. میخوام برای خودم کسی بشم. بعد از گرفتن لیسانسم، همزمان با کاری که توی شرکتی که جدیداً پیدا کردم، تصمیم دارم که برای فوق لیسانس شرکت کنم. فکر میکنم اگه استقلال داشته باشم و آدم خودساخته‌ای بشم، هم میتونم انتخاب بهتری داشته باشم، هم زندگی بهتری داشته باشم و هم مدیریت بهتری روی همه چیز زندگیم. و تمام. بدرود دوستان.